آینی جودو سه تا از شاهکار بازیگری سینما ایرانو به من نشون بده بی زحمت. همین الان برو روی صندلی بشین چون قراره شوکه بشی. این شما و این 3 نقش آفرینی ماندگار سینمای ایران. چیزی مصرف میکنی؟ مواد مصرف اینم حواست نیست. مثلا به چی داری مثلا؟ آینی جودو بگو ببینم پسر، به نظر ما ایرانی ها واقعا نژاد پرستیم؟ خب بله. چی حرفه که تو میزنی؟ خیلی خب، ما میتونیم برای اثباتش یه تست خیلی ساده بگیریم. بگیم ببینم، به یه فرد افغانی که رفته روی کره ماه چی میگن؟ به یه فرد افغانی من چه دومه؟ چی میگن؟ میگن فضانورد. آره